با درود به شما آقای بدیع گرامی، آقای بلدی گرامی و عزیزانی که به عنوان شنونده هستند. به ویژه من درود میفرستم به عزیزانی که این صحبت ها رو گوش میکنن. چند تا نکته در صحبت های آقای بلدی بود. یکی در مورد برگزاری این مراسمی که برای رئیسی در سازمان ملل برگزار کردن. سازمان ملل یه پروتکل داره که وقتی به اصطلاح شخص اول یک مملکتی که عضو سازمان، اون مملکت باید عضو سازمان ملل باشه، بمیره براش مراسم میگیرن، یه مراسم یادبودی رو میگیرن. اما در مورد رئیسی، خب اولا که طبق اون سیستمی که جمهوری اسلامی داره، در حال حاضر شخص اول خامنه ایه و بعدش یعنی رهبر، حالا در زمان فعلی رهبر هست و رئیس جمهور در مرحله بعدی قرار داره. بنابراین این پروتکل در مورد رئیسی که به القابی مثل آیت الله قاتل و قصاب تهران و امثال این معروف بود، واقعا محلی از اعراب نداشت و نباید این کارو میکردن. و علاوه بر اون هم سابقه داشت که در سازمان ملل مثلا کیم جونگ رو که مرد براش مراسم نگرفتن. و از همه اینا گذشته، به کسی که به هر حال متهم هست به جنایت علیه بشریت نباید هیچ مراسمی گرفته میشد. خب در این راستا ما بخش به اصطلاح عظیمی از فعالین حقوق زنان که در کمپین 1 میلیون در کمپین توقف قتل‌های ناموسی فعالیت میکنن، این مسئله رو که به عنوان یک اصل حقوق بشری در حقیقت، و این که ما میدونیم بر کسی واقعا پوشیده نیست که رئیسی دستش به جنایت آلوده بود. در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 که به فاجعه ملی معروف است، حدود 5000 زندانی سیاسی در سراسر ایران در سکوت خبری مطلق، واقعا وقتی میگیم مطلق یعنی اینکه هیچ خبری در اون طی 2 ماه به بیرون درز نکرد، هیچ کس خبردار نشد از این اعدام ها تا زمانی که اعدام ها تمام شد و بعد به خانواده گفتن که بیاین ساک تحویل بگیرید. به همین دلیله که ما میگیم در بیخبری مطلق، در سکوت خبری مطلق. و رئیسی هم عضو هیئت مرگ بود، هیچگاه هم نتونست بزنه زیر این قضیه که بگه نه من نبودم. حتی ادعا کرد وقتی که زنده بود، ادعا کرد که خدمت کرده با این اعداماش و باید بهش جایزه حقوق بشری هم بدن بابت نازشست بدن به خاطر کشتن جوانهای مملکت. در نتیجه خب یک بیانیه نامه نوشته شد با آقای دنیس فرانسیس که جلوی این مراسم گرفته بشه. خب ما وقتی این نامه رو نوشتیم میدونستیم که احتمالش تقریبا نزدیک به 0 که اینا بخوان مثلا منحل بکنن، اما تلاش خودمون رو کردیم. تلاش کردیم که جلو این رو بگیریم و هشدار بدیم به سازمان ملل که تکریم یک آدمی که به متهم به جنایت علیه بشریت هست زیر پا گذاشتن حقوق بشره، نادیده گرفتن حقوق بشر هست، نادیده گرفتن حقوق اون انسان‌هایی است که سالهای سال دارن دادخواهی میکنن. خب از طرفی این تأثیری که این نامه داشت خوشبختانه این بود که برخلاف برنامه که روزای اول برگزار شد و خیلی از نماینده ها سر پا ایستادند و ادای احترام کردند، در این
برنامه که روز پنجشنبه 30 ماه می برگزار شد، همونجور که تصاویر نشون میده، عکسایی که گرفته شده، سالن تقریبا خالیه، با توجه به تدارکی که دیده بودند که خب حالا یه به اصطلاح مثلا در گیومه دارم میگم رئیس جمهور، که البته واقعا رئیس جمهور مردم نبود و انتصابی بود. حالا من وارد اون بحثا نمیشم. قاعدتا باید اون صندلی‌ها همه پر می بود، اما کشورهای اروپایی و آمریکا شرکت نکردند. بعضی از کشورهای آفریقایی و بعضی از کشورهای آسیایی شرکت کردند، اونم باز نه همشون. و این از این جهت موفقیت بزرگی بود، از این جهت خوب بود. و خب در به اصطلاح مراکز اصلی سازمان ملل مثل نیویورک و ژنو تظاهرات بزرگ برگزار شد و همینطور در جلوی دفاتر سازمان ملل در کشورهای مختلف که از این نامه اتفاقا کپی گرفته شد و به افرادی که داشتن میرفتن تو داخل سازمان ملل میشدن به دست اینا داده میشد. خب به هر حال این تأثیر این کار جمعی این بود که ما به هر حال اگر که کاملا منحل نشد، اما در حقیقت به این مراسم یک بی احترامی شد و این یک موفقیت بود به نظر من برای فعالین مدنی که بالاخره تونستن حداقل سفرایی رو که در سازمان ملل هستن از کشورهای مختلف، نمایندگان کشورهای مختلف، هشدار داده بشه که بفهمن دارن چیکار میکنن و از این بابت این یک کار مؤثری بود و نشون داد حتی به اون بخش از اپوزیسیون که این کارا رو به اصطلاح ناچیز یا کم اثر میدونن، که به نظر من خیلی از چند جهت این مؤثر بوده، که اینکه مسئولیت پذیری خود افراد اپوزیسیون که اون ترس رو که نمیدونم حالا مثلا اگر یک نامه رو امضا بکنن چی میشه و فلان میشه اینا، این یه مقداری کمتر بشه، فرو ریخته بشه و علاوه بر اون احساس مسئولیت بکنن که سکوت نکنن، هر چیزی رو نپذیرن. این خیلی مهمه و از طرف دیگه هم تأثیراتش همونطور که گفتم روی تصمیمی بود که نمایندگان گرفتن که در اون مراسم شرکت نکنن و این بسیار کار درستی بود اون کشورهایی که شرکت نکردن. اما کشورهایی که شرکت کردن خانه‌خواه اینها چون جیر و خار جمهوری اسلامی هستن، منافعشون هست، منافع اقتصادیشون، منافع سیاسیشون ایجاب میکنه که بتونن که در حقیقت از این مراسم حالا نه بخوام بگم استقبال بکنن، تن بدن به رفتن اون مراسم به خاطر اینکه منافع اقتصادی سیاسی خودشون رو بخوان حفظ بکنن. خب شما فکر کنید مثلا سوریه که این همه جمهوری اسلامی اونجا خرج کرده، یا مثلا کشورهای دیگه ای که حالا مثل لبنان، مثل کشورهای آفریقایی که چقدر مدرسه و بیمارستان و غیر و ذالک ایران براشون ساخته، به هر حال اینها منافعشون ایجاب میکنه و برای اینکه این منافع قطع نشه باید این کارو میکردن. به همین دلیل هست در صورتی که اعلام میشد از طرف سازمان ملل که این برنامه کنسله، ایدئال ترین شکلش بود که متاسفانه این انجام نشد. اما باز هم همونطور که گفتم عدم شرکت نمایندگان کشورهای دیگه خودش یک موفقیت بود، در حالی که شما مقایسه کنید ویدیوهایی که از اون مراسم اول اومد که خیلی از نمایندگان اروپایی سر پا می ایستن و همون نمایندگان روز پنجشنبه نمیرن. این پس بنابراین یک دستاورد مثبتی بود.